این ویدیو یه پست آموزشیه. قرار خوشمزه ترین نیمروی دنیا رو یاد بگیرید. مثل ویدیوهای قبل ما کپی و شطرنجی نداریم، فقط طراحی میکنیم و بعد شروع میکنیم به رنگ گذاری. برای نیمروی خوشمزه دایره زردی رو میکشم و بعد اطراف سفیدی رو با این المنت ها کامل میکنم. بعد از اینکه با پاکن خمیری جرم اضافی مداد رو گرفتم، از نارنجی به زردی ها رو میچینم. سفیدی مداد شمی رو که برق زردی هست رو هم روی کار میذارم. حالا رسیدیم به سفیدی تخم مرغ. بعد از سفیدی تخم مرغ نمیرم سراغ رنگ سفید. ابتدا با توسی ها، کرم ها و صورتی رنگ هایی که روی مدل میبینم رو روی کار میارم. اول نقاط تیره ها رو روی کار میذارم و در انتها سفیدی رو روی کار میارم. دور کار قهوه‌ای و سوخته‌ای که روی کار داره و حالت تدریجی که برای تخم مرغ هست رو روی کار اجرا میکنم. حالا میریم سراغ رنگ سفید و رنگ سفید رو روی کارمون میاریم تا کار جلوه بهتری پیدا کنه و اون برجستگیش به وجود بیاد.
لایک و کامنت فراموش نشه.